خب سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی از چالش های بسیار مهم در بحث رانندگی کردن توی جاده های برفی هست و زمانی که جاده یخبندان و برفی باشه. به این صورت یعنی الان شدیدترین حالت یخبندان هست که شما مشاهده میفرمایید. دوستان از دقت داشته باشید، توی اینجور موارد فقط سعی کنید پا روی ترمز نذارید. یعنی سخت‌ترین حالت ها اینه که شما ترمز بزنید و اینکه سعی کنید با یک دنده حرکت کنید. و نکته مهمی که هست، ببین توی برف الان ببین من یه بار گاز رو ول میکنم، الان ببین گاز رو ول کردم ولی دور موتور به راحتی پایین نمیاد، یعنی طول میکشه دور موتور افت کنه. در حالی که جاده اگر برفی نبود دور موتور فوراً افت میکرد و سرعت ماشین کاهش پیدا میکرد، ولی تو برف همچین اتفاقی ممکن نیست و اگر بخواید سرعتت رو کم کنید یا معکوس بکشید احتمال چرخوندن ماشین هست و اگر ترمز هم به هر عنوان زدید احتمال اینکه ماشینتون چند متر سر بخوره هست. حتما فاصله طولی رو رعایت کنید و با سرعت خیلی پایین حرکت کنید. اگر دیدید که ماشینتون حرکت نمیکنه احتمالا لاستیکتون به لحاظ دانسیت ضعیفه و سعی کنید لاستیک مناسب استفاده کنید و یا اینکه باد لاستیکا رو یه طوری تنظیم کنید که یه مقداری لاستیک شل باشه تا چسبندگی ایجاد کنه. انشالله روزای خوبی داشته باشید. اینجا اردبیل هست، همونطور که مشاهده میکنید 5 اسفند ماه.